سلام، وقت شما بخیر. در ادامه دانش پایه سلول شناسی میخوام یکم بیشتر راجع به میتوکندری توضیح بدم. خب ساختار سلولی داشتیم و یه عضو ویژه داخل سلول به نام میتوکندری. این جناب میتوکندری یه ساختار خیلی تمایز یافته داره برای تبدیل مواد غذایی به انرژی سلولی. داخل میتوکندری یه ماتریکس هست که پر از آنزیم‌های برای تبدیل مولکول‌های غذایی شامل گلوکوز، چربی‌ها، هر چیزی که وارد بدن میشه برای اینکه سلول بتونه ازش استفاده بکنه این باید تبدیل بشه به یه مولکول به نام ATP. این انرژی سلولی هست که سلول برای همه فعالیت‌ها از ATP استفاده میکنه. این ماتریکس داخل سلولی میتوکندری با یه سرعت خیلی زیاد به شکل خیلی بهینه این مولکول‌های غذایی رو تبدیل میکنه به ATP و به این شکل 95% انرژی مورد نیاز سلول از طریق میتوکندری فراهم میشه. خب میتوکندری یه فرق اساسی با همه اعضای داخل سلول داره. میتوکندری در واقع یه باکتریه که وارد سلول شده و یه جورایی فرزند خونده پادشاه و ملکه حساب میشه و یه داستان جالب هم داره. در گذشته‌های خیلی دور که کره زمین کلاً از آب تشکیل شده بوده، اون سلول اولیه که میتوکندری نداشته به راست خودش میچرخیده، دنبال غذا بوده. باکتریا و ویروس‌ها هم اونجا در گردش بودن. خب باکتریا و ویروس‌ها که به یه سلول میزبان نیاز دارن برای اینکه بتونن زنده بمونن. در یه مقطعی این دوتا با هم برخورد میکنن. میتوکندری که اون موقع حالا اسمش پروتوباکتریوم بوده وارد سلول اولیه میشه و شروع میکنه مصرف مواد غذایی و در کنارش اون ساختار تمایز یافته باعث شده که یه میزان زیادی از انرژی رو داخل سلول تولید کنه و پادشاه و ملکه وقتی میبینن این باکتری بهتر از همه اعضای داخل سلول داره براشون انرژی تولید میکنه، اون رو داخل کاخ میپذیرن و نامگذاریش میکنن میتوکندریون و اتحادی شکل میگیره که پایه‌گذار تمام زندگی جانوری روی کره زمین میشه. خب میتوکندری یه باکتری خوبه که باعث شده سلول ها بتونن انرژی فوق‌العاده‌ای در اختیار داشته باشن، بنابراین بتونن بیشتر دنبال غذا باشن، پیشرفت کنن، تکامل پیدا کنن. کلی از این باکتریای خوب هم در سطح سیستم گوارشی و در کل بدن وجود داره که به عملکردهای بدن کمک میکنن که حالا توی بحث پروبیوتیکا و نورمال فلو بیشتر راجع بهشون توضیح میدم.